حتی شیران جنگل هنگامی که تنها میشوند طعمه شغالان خواهند شد. از این رو تنهایی، جدایی، بی‌توجهی، بی‌ناموسی، بی‌وجدانی، بی‌وقاری، بی‌احترامی، بی‌عزتی و بی‌رحمی و بی‌طرفی و بی‌تفاوتی در سرنوشت تاجیکستان و مردمانش همان مصیبت و امر نابخشودنی است. ما این مسئولیت را بپذیریم که کسی طبیعت را افلاس بکند، کسی از راه افتیده است، کسی از فقر و تنگدستی رنج میبرد، کسی راه گم کرده و افراطگرا شده است. باید پیشگیری نماییم و در راه از بین بردن هر مشکلاتی در جامعه حدالامکان سهم خود را گذاریم تا تاجیکستان آباد و آزاد از این هم پیشرفته تر گردد و خلق شریفش آرام و آسوده زندگی بکنند.